مرکز ملی تستی میگوید اگر سال 2020 تعداد داوطلبان به دانشگاه‌های کشور بیشتر از 100,000 نفر بود، پس امسال این شماره تا 82,000 کمتر شده است. از همین 82,000 نفر تنها 69,000 نفرشان به امتحان‌ها حاضر شدند. رهبر مرکز تستی سبب کاهش داوطلبان را چنین می‌بیند. دینامیکای با قیدگیری یا که از قید گذاشتن داوطلبان در 3 سال اخیر کمشوی سمت کمشوی دارد و الحال با انجام نظام مرحله امتحان‌های مرکزی داخلشوی البته مرکز ملی تستی ما نقشه داریم که یک پرسشی نظرسنجی کنیم وابسته به این حالت و ولی ما فکر میکنیم که از بس که سال 2020 به همه ما معلوم است که سال پاندمی بود و راه‌ها بسته بودند و بسیار نفران و مسائل تعلیمی تحصیلاتی داخل کشور توجه کردند. در سال 2020 شماره از قید گذاشتگان واقعا هم زیاد بود. قبل از پاندمی تعداد داوطلبان به مانند امسال کم نبود. از جمله سالهای 2018 و 2019 شماره داوطلبان از 90,000 بیشتر بود. اما بعد قبول قانون نو شماره خواهشمندان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان تا 82,000 کم شد. در 2 سال اخیر به خصوص تعداد داوطلبان پسر کم شده است. برخی از کارشناسان از جمله پروفسور عبدالرحمن قربانوف قبلا گفتند به طور نظر از کم شدن تعداد داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی نتیجه قبول قانون نو دعوت به ارتش است. یعقوب حلیموف روزنامه‌نگار تاجیک موضوع تاثیر قانونی خدمت در ارتش به نظام معارف را آموخته است. به نظر او قانون نو به بازبینی نیاز دارد. قانون حتما تاثیر دارد. قسمی از جوانان به این باور رسیدند که چه دانشگاه خوانند چه نخوانند حتما به خدمت حربی برده می شوند. به همین خاطر احتمال از بحر دانشگاه گذشتن، از بحر معلومات عالی گذشتن. و عامل‌های دیگر می تواند این باشد که هم والدان و هم بچه‌ها به این خلاصه رسیدن، به این نتیجه رسیدن که دیپلم دانشگاه سندی دریافت معلومات عالی کفالتی پیدا کردن کار و درآمد نیست. قانون نو خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن امتیاز دانشجویانی که در کاتدر حربی تحصیل می‌کردند بیکار شد. با وجود انتقادها مقامات از قانون نو حمایت می‌کنند. رهبر مرکز ملی تستی گفت برای دقیق کردن سبب‌های کاهش داوطلبان نیت دارند امسال نظرپرسی انجام دهند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.